ما و شما میگوییم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، صد مکر کند شیطان شاگرد زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. زیرا رسول اکرم حدیثی دارد که حضرت ابو سعید خدری الله علم حضرت حذیفه روایت میکند که پیغمبر ما و شما گفتند الدنیا حلوة خضیرة فإن الله مستخلفوكم فيها فينظر كيف تعملون واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء. پیغمبر ما و شما گفتند دنیا چی شیرین است، چی زیبا است، لیکن شما فراموش نکنین ای بندگان خدا که خداوند شما را در دنیا برای امتحان فرستاد. شخصانی که گایمری دارند شبای دراز ای درد سر خوب ندارند و سرشو خم میکنند، در میکنه، یا که کم ترک سرشو میشوند نمی میگیره در میکنه، آب بینیشو بسیار میروه و شما گایمری توصیه میدید شرکتشو فرما که میتونه که همه این پرابلم را برطرف کنه. و شخصانی که این پرابلم را دارند میخوان گایمری در ذکر کنن در کامنتر در اومده گایمری نویسه، ما با شما واتساپ خود رو روان میکنیم و نظر میکند به شما که چگونه در دنیا عمل میکنید، چگونه حیات خودتان را سپری میکنید. در دوام پیغمبر گفتند از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی است. محدثا که این حدیث در صحیح مسلم وارد شده است در شرحش میگوید که این شاید همون فتنه‌ای که در بنی اسرائیل بود، مبتلا شدن هاروت و ماروت باشد. هاروت و ماروت که این فرشته های خدا بودند که اینها قصه دارند. اینها وقتی بر روی زمین آمدند و نزد خدای خود وعده داده بودند که ما تو را با پررگی عبادت بکنیم، از عبادت تو هیچ سرکشی نمیکنیم. این فرزند آدم خون میریزاند، فرزند آدم عاصی است، فرزند آدم گناهکار است. وقتی که خداوند با این هاروت و ماروت میگه نفس داد، نفس انسانی داد، شهوت داد، وقتی اینها را بالای زمین که پرتاف و اینها از دست یک زن گمراه شدن هر دهشان. و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زنی او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم حضرت شیخ بودند، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم،
از حساب فتنه زن از دنیا به ایمان گذشتند. چی فتنه های کلان کردند، چگونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دوره های میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندند. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گفت علی، گفت رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت، گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر، گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن، آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتند این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعدا اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردند تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردند، من این عمل انجام دادم. ببین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود. و امروز بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبری خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدند سالها هستند که قهری هستند. همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد. میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده، ما با چند نفر مهمان ها در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید.
و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش رو هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی، راست ایستاده در لباست یا که در تنت نرسد، هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه، یگان غلط هست یا نه؟ من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاک توب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد، یا ما شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای حمام برآمدند و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین، اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا، من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکرده. این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر عن عمر، اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد ای عمر لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعدو، این سخن عمر است. بعد آنی که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت، یعنی نگاه کند انشاءالله در همون باب کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنیم. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است.
کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسبها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمیتوانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمد است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید. برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مومن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاه و بینی گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبر خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او. وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی، وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیش دست زنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت. اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند، اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای
کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار می بودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادران را خدا نگه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوک نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کامل را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودند که یعنی گوشت خوک خوردن امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرمهای وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت میرساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیبهای دنیا است. حکمتهای زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی، لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة والدم واللحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی است، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باقی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنین، اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنیم، انشاءالله شما شفا میابین. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد.
حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن باز در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد. یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش بی توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند. فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چیکار کند؟ مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضی اشان میخوانند و بعضی اشان نمیخوانند، میگویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا به این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاد اختیارم کرده باشند برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است. یعنی یک امر هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمی شوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است، باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد سنت نخوانید، بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر خی این معلوم است. وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این ده کلمه قبیح نیست، از این ده کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکنه. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها
همش به پرگی به شما بیان میکنم. می توانید که این کسیته ها را برده در نزد همان عائله هاتان گذارین، ان شاء الله گوش اندازند، شاید که خدا آنها را هدایت کند.